محمد هستم. مریمم. امروز میخوایم بریم یه آبدو خیاری که تو اینستا خیلی معروف شده رو تست بکنیم تا ببینیم اون چیزی که میگن هست یا نیست. بریم. برای تست این آبدو خیار معروف باید میرفتیم خیابون باب همایون. مثل همیشه شلوغ و پر از انرژی مثبت بود، ولی با یه صفی مواجه شدیم که خیلی تعجب کردیم. این صف طولانیه، صفش خیلی زیاده، خیلی. اومدیم پشتش اینجاست، ولی اومدیم پشتش یه ساعت دیگه میرسیم. بالاخره بعد از کلی انتظار و تو صف وایسادن یه دونه از این خوشمزه ها رو گرفتیم. بعد از 45 دقیقه بالاخره تونستیم بگیریم. این هم مبلغش 150 تومان. آبدو خیار دوست داری؟ یخش خیلی خوبه. خونه خوبه. بیاد نونو به این صورت داخلش میذاریم نرم شه. حتی محمد نصفشو گند داده ولی نداره. ببینید یه ذره به نظر من کم نمکه. آقا اصلا هم کم نمک نیست. انتظارم ازش خیلی بالاتر بود. خیلی بالاتر. صفو ندید. به خاطر سبیه باشدی؟ باید یه چیزی داشته باشه. توش باشه؟ آبدو خیاره این. نمیم دوغش یا بیمزه هست یا نمیدونم. خوبه بد نیست، ولی انتظارم خیلی بالاتر. باحاله. ریخ خودش باحاله، خوشمزه، جدی باحاله. نون خشکش خوب بود، ولی صفحش خیلی طولانیه، 10 ساعت ولی خب قیمتش هم خوب بود. آره قیمتش خوبه. یه امتیاز بزرگی هم کم می‌کنم سر اینکه خیلی طول کشید. 45 دقیقه طول کشید. شاید آماده نبود. خیلی داشت آماده نبود. چند میدی بهش؟ برای آبدو خیار از 10 خیلی خوشم. نه خیلی خوشم. 5. این به خاطر اینکه تو صف وایساده نه بوده. نه اصلا من بهش 5 میدم. انتظار داری که آبدو خیار چیه؟ خیلی شله و غلیظ‌تر باشه. نونم دوغش از باید اینا سفته گذاشتن خوشه. ببین این راست. آره این یه بوانه ولی مثبت میتونست چه خشکه یه بوانه مثبت. این که آره باید خوش باشه، ولی یه سری نونا هستن که آبدو خیار میخورن، اونا هم میشه. ولی خب نون جو ولی خوشمزه است. هرشم فقط این بود. حالا اینم دیگه نیست. حالا اینم میخواره تمامش کنم. الکی نمره در نداده که واقعا دوست داشتیم. آخر سرم متوجه شدیم مریم از این عروسکا میترسه. یادتون نره با لایک و سابسکرایب کردنتون میتونید بهمون خیلی کمک کنید.